در شهر ترمیز ازبکستان عملیات جراحی که در عضو تناسل زن انجام شد با اینترنت روی یافته قهر و غضب هزارها کاربر شبکه‌های اجتماعی را به بار آورد. در این نوار جراحان زن بیمار را که در حالت بیهوشی بود به مسخره می‌کشند. همکاران ما از بخش ازبکی رادیو آزادی نوار را روز 17 ایول دسترس نمودند و درباره جزئیات آن من قبل از شروع برنامه با همکارم سیروجین اسلام صحبت کردم. نخست از او پرسیدم که نوار چی را نشان می‌دهد. دیروز باز من به خود نآمدم این نوار مرا به دهشت افتاند، چون در این نوار در یکی از شفاخانه‌های سرخندریا انیخترش در شفاخانه شهر ترمیز جراحان یک زن را که بعدا ما فهمیدیم از ناحیه مزرابات می باشد جراحی می کنند و از رحم او از شرمگاه او که در آنجا گویا سبزی درمانده است کشیده میگیرند و این را به نوار میگیرند. Новые противозачаточные, господа, новые противозачаточные средства Сурхандаринской области. Морковка. این زن به زبان روسی بعدا با ازبکی با همکاران صحبت میکنند و آشکارا مسخره میکنند و بعدا ما انیخ کردیم که این را گویا این سبزی را به رحم زنش خود شوهر او مانده است. سوال دیگری من از سیروجین این بود که تا کجا با واقعی بودن این نوار باوری دارند شد نفر این را برای بدنام کردن پزشکان پهن کرده است. بعد از دریافت کردن دسترس کردن این ویدیو ما دنبال این قضیه گشتیم و فهمیدیم که تقریبا این ماه ینور پیدا شده است و این زن را جراحی کردند و پس از آن خود از همون پزشکان که به نوار گرفتند به شبکه‌های اجتماعی گذاشتند. بعدا من از سیروجین پرسیدم که مراجعت آنها به ماموران درباره این قضیه چی نتیجه داد. ماموران داستانی کل به ما وعده دادند که این قضیه را دنبال میکنند و به اطلاعی که ما داریم الان وزارت تندرستی ازبکستان به فهمیدن این واقع قضیه به ولایت سرخندریا به شهر ترمیز روانه شده است. ضمناً این یگانه نوار جنجال برانگیز نیست که در این اواخر در ازبکستان رسانه‌ای می شود. اما که چند روز پیش یک ویدیوی برهنه کردن زنی از سوی مفتش در قطع‌قرغان شروع ولوله برانگیخته بود. تفتیش این حادثه چی نتیجه داد؟ سوال نوبتی من از سیروجین اسلام بود. پس از مطلب ما در باره قضیه قطع‌قرغان آن پلیسی که زن را برهنه کرده بود به دادگاه کشیده شد، الان در حبس است. غیر از این خود وزیر داخله به قطع‌قرغان رفت و رهبر پلیسی ناحیه را و غیر از این 7 نفر دیگر را که در همان روز در همان جا کار میکرد و دیده بود از کار سبکدوش کرد، خیلی جدی گرفتند. ولی از طرف دیگر این قضیه و قضیه که امروز ما دیروز ما پخش کردیم نشان میدهد که در جامعه ازبک خشونت علیه زن و قانون‌هایی که هم در ازبکستان و هم در ارصد بین المللی وجود دارد نقض میشوند، پایمال میشوند. همین حال خبر رسید که دوستان کل ازبکستان وابسته به نوار از شفاخانه ترمیز نسبت چند افراد مسئول پرونده جنایتی باز کرده است.